هر انسان باشه، چه باسواد چه بی‌سواد، چه مرد چه زن، چه فقیر چه پولدار، دیگه ما باید تلاش بکنیم، زندگی رو باید تغییر بدم. در زندگی من چیزهایی باشه که انسانهای دیگه با دیدن این انگیزه بگیره. خب ما در کشور زندگی میکنیم نزدیک به جنگ است، اوضاع امنیت نابسامان است، ما چیکار داشته باشیم اطراف ما اکناف ما آدمهای دیگه انگیزه بگیره؟ اوی چیه؟ تلاشه. تلاش چیه است؟ تلاش چیزی است که انسان رو ناامید نمیکنه. تلاش چیزی است که انسان را به جای میرسانه. تلاش چیزی است که انسان به ناامیدی ختم نمیکنه کار خود. این تلاش است که انسان ها امروز به اینجا رسیدن. تلاش است که امروز ما تلویزیون داریم، امروز ما رادیو داریم. تلاش است انسان امروز از فضا خبر میگه. تلاش است که ما امروز کتاب های انسان های گذشته رو میخوانیم. ببینیم ابوالسنای بلخی، ابو ریحان البیرونی، رابعه بلخی، اینها چیکار کردن که نامشان از قرن 11 از قرن 12 امروز ما یادآوری میکنیم؟ فقط اینها تلاش کردن، با نوشتن چند تا کتاب خود به دنیای ما معرفی کردن. ببینیم از آدم الا خاتم، از خاتم به امروز خیلی انسان ها از دنیا رفتن، میلیاردها انسان از دنیا رفتن. آیا نام همیشه بلدیم؟ چرا وقتی ما میگیم ابوالسینا در فکر همه یک دانشمند، یک چیزی که تلاش کرده که انسان خیلی خطور زیبایی به نظر همه میاد؟ چرا؟ او خود با کتاب خود به دنیا معرفی کرده مردم. ابوالسینا این یک مرد بود. ابوالسینا رو ما معرفی میکنیم، نه کتابش، آثارش. ببین این تلاشه. ما چطور نام از ابو ریحان البیرونی میبریم؟ در افغانستان زندگی کرده. وقتی میگیم ابو ریحان البیرونی همه میگه یک دانشمنده، یک خطیب کشور است، یک فلسفه بلده. چرا؟ او رو کتابش معرفی میکنه. اگر ما بخوایم ما به دنیا معرفی شویم دوستا، ما باید چی داشته باشیم؟ از خود آثار داشته باشیم که انسانهای بعدی ما رو با آثار ما بشناسیم. وگرنه از آدم تا خاتم تا با امروز چقدر انسان ها از دنیا رفتن؟ چرا همه رو نمیشناسیم؟ چرا نام همه رو بلد نیستیم؟ چون آنها آثار نگذاشتن به خود، از خود به جا نگذاشتن. ما بعضی ها رو میشناسیم، چرا؟ آثار چی کردن؟ به خود به جا گذاشتن. حالا تلاش باعث پیشرفت میشه. چی پیشرفتی؟ کشور ما از سالهای که دکترا نداشتیم، ماستر نداشتیم، امروز به کجا رسیدیم؟ به فوق دکترا. همین چی بود؟ این تلاش بود که ما را به این پیشرفت نائل کرد. خب ما همینجا بشینیم دست به دست هم قرار ندیم؟ نه دیگه. ما میگیم 20 سال قبل به چی افتخار میکردیم، امروز به چی افتخار میکنیم؟ 20 سال قبل به افتخار میکردیم که 2 سال انگلیسی رو بخونیم بس. نه امروز چی میگیم؟ انگلیسی بس نیه، با 4 تا زبان خارجی در کنارش بلد باشیم. باید آلمانی بلد باشیم، فرانسوی بلد باشیم، چینایی بلد باشیم. خب دنیا تغییر کرده، فرمول دنیا عوض شده دیگه، پیشرفت دیگه. یک زمانی یک آدم از صنف نو فارغ میشد، به عجب آدم از صنف نو فارغ شده. یک دوره 12 فارغ میشد، بچه فلانی آدم از 12 فارغ شده. یک دور 14. اما امروز که کسی از ماستری و از دکترا فارغ